دیگه از تلفنی نام تلفن خدا و همون زنگ بزن خدا جواب میده. اون کدام نام است؟ نام تلفن خدا میگه 222 3 تا 2 بگه خدا جواب میتونه نده. خداوند مثل بندش نیست که بگه بگو نیست، کار هست، کسل است، در خانه نیست، این خیلی نیست. 2:22 چی است؟ دیر شب، ساعت دی شب 2 رکعت نماز، 2 قطره آب چشم، همین چی 3 تا دشت در دی شب 2 رکعت نماز، 2 قطره آب چشم بکن و خدا تو تماس میگیری. حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی از نام خدا میگفتی، بیان میکرد در نظمها که شب همه شب با تو میگوییم راز. خدا میگوید ای بنده درباره من شب تا بروز کشاده هست، تو پاها دراز خواب میزنی، مشکلات آمد و پیش مخلوق میرهی، خالق ماندگی. شب همه شب با تو میگوییم راز، تو به غفلت پایها کرده دراز. خدا میگه بی نیازم از تو از طاعتت، با نماز و روزه تو چندین مناز. خدا میگه ای بنده تو نگو که من نماز میخونم، روزه میگیرم، صدقات میکنم، حج رفتم، اینها قطعی نناز. خدا به اینا محتاج نیست. اگر میلیون بار حج کنیم، میلیون بار زکات بتیم، قربانی کنیم، عبادت کنیم، این و ملک خدا هیچ فایده ندارد. اگر میلیون سال انسان اتئیست باشد، کافر باشد، بر مقابل اسلام و عالم و مسجد مبارزه دارد، میلیون تشکر سر ببرد، این بر ملک خدا هیچ ضرری ندارد. نه طاعت عبادت ما، نه عمل صالح ما، بلکه انسان چی هست؟ خدا جواب میده خلق الموت والحیات برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا میگه خلق کردیم مرگ را، خلق کردیم حیات تا که امتحان میکنیم کدام شما عمل صالح میکنیم. آیا گپ خدا رو میگیری یا گپ شیطان؟ خدا میگه نماز بخوان، روزه بگیر، حج و زکات، عمل صالح بکن. شیطان میگه نکن اینها را، خواب کن، سحر نکن، صبح نکن، عرق بکن، زناکاری کن، دروغ و خیانت، تهمت، دشمنی. یا فکر میگیری خودش انسان جنتی و دوزخی بودن چه خودش در دنیا حساب و کتاب کنه که جنتی است یا دوزخی است. خودش